جورج اورویل، سرای چهارپایان، مالخانه. از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی. در قرائت دلشاد رحمت الله. ادامه. باب نهم. سمهای پای بوکسور خیلی دیر شفا یافتند. یک روز پس از انجام تجلیل جشن غلبه، همه با برقرارسازی نیروگاه برقی بادی آغاز کردند. بوکسور حتی از یک روز استراحتی خود دست کشیده، پنهان کردن درد سم پای خود را برای خود وظیفه فخری شمرد. بگاهی با کلوور مخفیانه اقرار شد که سم پایش او را بسیار سخت تشویش می دهد. کلوور روی زخمهای سم پایش گیاهای خاییده شده را گذاشته، همراه بنجامین بوکسور را آگاهی دادند که از حد زیاد کار نکند. ششهای اسب ابدی نیستند، گفت کلوور به او. اما بوکسور به حرفهای آنها گوش نداد. بوکسور گفت که یگانه مقصد او دیدن نیروگاه برقی بادی پیش از رسیدن به سین نفقه می باشد. در اول وقتی که قانونهای سرای چهارپایان تهیه و ترتیب داده می شدند، سین نفقه برای اسب و خوکها در 12 سالگی، برای گاوها در سن 14 سالگی، برای سگها در 9 سالگی، گوسفندان از 7 سالگی و مرغ و غوزها در سن 5 سالگی مقرر شده بود. اندازه نفقه برای پیرانسالی باید بعداً معین کرده می شد. گرچند یگان حیوان ایده‌های گرفتن نفقه را نکرده باشد هم، وقتهای آخر این موضوع بیشتر و بیشتر ورد زبانها می گشت. از بس که در باغ حولی زمین خورده برای جو شدگار کرده شده بود، آوازه ها پهن شدند که گرد قسم کلان چراگاه ها دیوار گرفته آن را برای حیوانات نفقه خور جدا می کنند. گفته می شد که نفقه برای اسبان در یک روز به اندازه 5 پود جواری مکه و در زمستان 15 درزه خاشاک، علاوه بر این سبزی و یا شاید در روزهای عید سیب جدا می گردد. آخر تابستان سال آینده بوکسور 12 ساله می شد. فعلا زندگی دشوار بود. باد و هوای فصل زمستان مثل زمستان سال گذشته سرد بود و غذا نسبتاً به پارساله کمتر. حصه غذا غیر از خوراک خوکها و سگها برای دیگر حیوانات باز هم کم کرده شد. از حد زیاد کم کردن غذا شهرداد وینگوسی با پرینسیپ های حیوانگرایی مخالفت میکند. او به هر حال بدون مشکلی به همه حیوانات اثبات کرد که در اصل چی طور باشد آنها از غذا تنقصی نمیکشند. با مرور زمان ضرورت تنظیم حصه غذا پیش آمده بود، اما در مقایسه با زمان جونز آنها بیشتر با مواد غذایی تامین بودند. همیشه او با آواز گوشخراش رقمها را با آواز بلند خوانده به طور مفصل اثبات میکرد که آنها نظر به زمان جونز زیادتر غله‌دانه، علف و گندم پویه، شلغم بیشتر دارند و نسبت به آن زمانها کمتر کار میکنند. صفت آب نوشاکی بهتر است که در نتیجه آن عمر حیوانات درازتر شده است و فوت فرزندهایشان پست گردیده، حجم علف در آخرهایشان زیاد گردیده و خرمگس‌ها کمتر گردیدند. حیوانات به هر یک کلمه سخنان وی باور میکردند. راستی گپ، جونز و همه آن چیزی که به او وابسته بود قریب از خاطر آنها فراموش گردیده بودند. آنها یک چیز را واضح می‌دانستند که حیات امروزشان وزنین بوده، بیشتر وقت از گرسنگی و سردی در عذابند و وقتهای خولگی خود را در کار می‌گذرانند. بشبه در زمان پیش وضع از این هم بدتر بود. این را حیوانات باور می‌کردند و از آن خرسند بودند. و غیر از این در زمان جونز آنها غلام بودند، اکنون باشند آنها آزاد هستند. این تفاوت را همیشه وینگوسی تاکید می‌کرد. اکنون تعداد استعمال کنندگان زیاد شده بود. تنها در فصل تیر ماه 4 ماده خوک در یک وقت 31 سر خوک بچه تولد کردند. خوک‌های جوان خالدار بودند و چون ناپلیون یگانه خوکینر در سرای چهارپایان بود. درباره پدر آنها دیگر حاجت تخمین زدن نبود. اعلان کرده شد که در وقت مناسب ضمن خریداری نمودن خشت و چوب و تخته در باغ سرای چهارپایان بینای مکتب ساخته خواهد شد. حالا باشد خود ناپلیون خوک‌های جوان را در آشخانه سرای چهارپایان درس میداد. آنها در باغ مشق‌های وظیفه خانگی را اجرا می‌کردند و از بازی کردن با دیگر حیوانات جوان کناره‌گیری می‌نمودند.
چون قاعده مقرر شده بود که ضمن روبرو گشتن با این خوک‌ها حیوان‌های دیگر خود را باید کنار می‌گرفتند. این چنین برای همه خوک‌ها امتیاز داده شده بود که روزهای یکشنبه با لنته سبز دم‌هایشان را آرایش دهند. نوبت از آن که برای سرای چهارپایان آن سال نهایت سالی پرفیض بود و با موفقیت جمع‌بست کرده شده بود، ولی هنوز هم مبلغ نمی‌رسید. گرچنده برای ساختمان مکتب خشت، قم و آهک خریداری کرده شده باشد هم همچنین برای دوباره دسترس کردن تجهیزات نیروگاه برقی بادی پول را باید صرف می‌کردند. بعد باید کیروسین برای چراغ، شام برای خانه استقامتی، شکر برای دسترخوان خود ناپلئون که استعمال شکر برای دیگر خوک‌ها به دلیل آنکه آنها را فربه می‌کند منع شده بود و دیگر مواد از قبیل افزارها، میخ، ارغمچین، انگشت، سیم، سفال بامپوش و بیسکویت برای سگ‌ها خریداری می‌نمودند. یک غرم گندم پایه و یک قسم حاصل کارتوشکا را فروخته قرارداد فروش تخم را از 400 دانه در یک هفته به 600 دانه رسانیدند و آن سال مرغ‌ها به قدر کافی چوجه نبرآورده سرشمار خود را در همان یک سطح نگاه داشتند. بعد از کم کردن حصه غذا در ماه دکبر آن را دوم باره در ماه فوریه کم کردند و برای صرفه کردن کیروسین دیگر عاقل‌ها را روشن نمی‌کردند. نوابسته از همه این چنین به نظر می رسید که این محدودیت‌ها به خوک‌ها تعلق نداشته باشند، چون که آنها به قدر کافی وزن می گرفتند. روز بعد از نصف روزی در آخر ماه فوریه در حولی در جای آبی جونوشی خوردکک که بیرون از آشخانه واقع گشته بود و از زمان جانس به این طرف استفاده نمی شد، بوی خوشی اشتها بخش که قبلا هیچگاه حیوان‌ها چنین بوی را نآشامیده بودند پهن شد. کدام یک حیوان گفت که این بوی جوی بریان کرده شده است. حیوانات گرسنه هوا را بوی کشیده فکر میکردند که برای غذای شام یمی گرم تیار کرده ایستادند، اما یگان حیوان در آخر جشن یمی گرم را ندید و روز یکشنبه دیگر اعلان کرده شد که من بعد تمام جو برای خوک‌ها ذخیره کرده می شود. در میدان بیرون از باغ الکه جو کاشته بودند. دیر نگذشته خبر پهن شد که به هر یک خوک همه روزه به اندازه یک پینته آبی جو و برای خود ناپلئون باشد نیم گالون آبی جو در ظرف شورباگیری کراون دربی داده می شود. اگر در این سمت به یگان دشواری و یا نافهمی روبرو می شدند، آنگاه آن را به گفتن سخنان از قبیل حیات امروزه نسبت به حیات پیشتر با شأن و شرفتر است جبران می کردند. اکنون بسیارتر سرودها می خواندند، بین هم گپ می زدند و سیر و گشت می کردند. ناپلئون فرمان داده بود که در یک هفته یک مرتبه نمایش بدیعی از قبیل برآمد هوسکاران را برگزار نمایند که مقصد اساسی آن تشویق دستاوردها و غلبه‌های سرای چهارپایان باشد. حیوانات در وقت معین شده کار را پرتافته در حوله سرای چهارپایان در قطار یکم خوک‌ها، بعد اسب‌ها، گاوها، گوسفندان و آخران پرندگان صف کشیده قدم زنان در گرد حوله دور می‌زدند. سگ‌ها آنها را از هر دو پهلو همراهی می‌کردند. از پیش خروس سیاه ناپلئون می‌رفت. بوکسیور و کلاور چون هر وقت در بین خود پرچم سبزی را که در رویش رسمی سم پای چاروا و شاخ داشته و شعار زنده باد رفیق ناپلئون نوشته شده بود می‌بردند. بعد از آن شعرهای در وصف ناپلئون ایجاد شده را خوانده وینگوسی درباره افزایش استحصال محصولات آذوقه‌واری نطق ارائه می‌کرد و در آخر از یراق تیر خالی کرده می‌شد. گوسفندان مخلصان اساسی این چاره‌بینی بودند و اگر حیوان چون وقتی که خوک‌ها و سگ‌ها در نزدیکی نمی بودند، بعض حیوان‌ها این را به خود سزا می‌دانستند درباره بیهوده صرف شدن وقت و یا از حد زیاد ایستادن در هوای خنک شکایت می‌نمودند. گوسفندان با شعار 4 پای خوب 2 پای بد آنها را خاموش می‌کردند. اما با بسیار حیوانات این جشن‌ها خیلی معقول بودند. به این راه آنها خود را تسلی می‌دادند که در حقیقت آنها غلام کسی نیستند و مهنت آنها به منفعت خود آنهاست. از این لحاظ وقت آنها سرود می‌خواندند راهپیمایی می‌کردند. وینگوسی رویخط دستاوردها را می‌خواند، از یراق تیر خالی می‌نمودند، خروس بانگ می‌زد و پرچم را می‌برداشتند. آنگاه حیوانها چند مدت گرسنگی خود را فراموش می‌کردند. در ماه اپریل سرای چهارپایان خود را جمهوری اعلان کرد و ضرورت انتخاب کردن پرزیدنت به میان آمد.
تنها یک نامزد بود. ناپلئون یک دلانه انتخاب کرده شد. خودی همان روز حجت‌های تازه پیدا شدند که تفصیلات بیشتر را درباره شریکی برفک کلوله با جونز آشکار کردند. چی طوره که حیوان‌ها قبلا تصور می‌کردند برفک کلوله نه تنها کوشش کرده بود است که محاربه نزد عاقل گاوها باخته شود، بلکه آشکارا از طرف جونز جنگیده است. در اصل او راهبر نیروهای آدمی بوده در محاربه با سخنان زنده باد آدم‌ها به جنگ برآمده است. جراحت پشت برفک کلوله را اکنون تعداد کمی حیوان‌ها در یاد داشتند که آن را دندان‌های ناپلئون زده خونشار کرده بود است. در میانه فصل تابستان موسس زاغیرام شده بعد از چند سال بدرک بودنش ناگهان در سرای چارپایان پیدا شد. وی تماما تغییر نیافته بود و مثل پیشتر تنبلی میکرد و با همان صوت درباره کوه قند نقل میکرد. وی در بالای چوبی رو نشسته بالهای سیاهش را افشانده و با هر کسی که او را گوش میکرد ساعتها گپ میزد. در بالا رفیقان، با تنتنه و با نولی کلانش به آسمان اشاره کرده می گفت او، در بالا از پشت آن ابر تیره که شما می بینید کوه قند واقع گردیده است. آنجاست آن کشور زیبا که ما حیوانهای بیچاره تا ابد از مهنت خود استراحت خواهیم کرد. وی حتی ادعا میکرد که در یکی از پروازهای بلندترین خود وی به آنجا رسیده زمینهای بیاخر یونچقه، کلچقند زغیری و سرقند را دیده است. بسیاری از حیوانات او را باور میکردند. حالا حیات آنها طوری اندیشه میکردند از گرسنگی و زحمتکشی عبارت است. شاید نسبت به این جهان یگان عالم بهتر وجود داشته باشد. یگانه چیزی دشوار این معین کردن مناسبت خوکها به موسس بود. همه خوکها اظهار کردند که سخنان موسس درباره کوه قند دروغند. نوابسته از این به او اجازت دادند که در سرای چارپایان بماند و بدون کار کردن هر روز به او 4 پینت آب جو جدا میکردند. پس از صحت شدن سومی پای بوکسور او از هر وقت دیده سختتر کار میکرد. در حقیقت هم آن سال تمام حیوانات مثل غلامان کار کردند. بغیر از کار معمولی و منتظم سرای چارپایان و برقرارسازی نیروگاه برقی بادی، باز بینای مکتب برای خوکهای جوان ساخته میشد که آن را باید در ماه مارت به استفاده می سپاریدند. بعضا ساعتهای طولانی کار و غذای ناکفایه را تحمل کردن دشوار بود، اما بوکسور هیچگاه روح افتاده نمیشد. یگان سخن و یا عمل او نشان نمیداد که قوتش تمام شده ایستاده است. تنها نماد ظاهری او کم تغییر یافته بود. پوستش نظر به پیشتر یلقاسی نبود و تنی بزرگش گویا خورده شده بود. بعضی ها می گفتند که بوکسور در فرارسیدن علف بهاری باز تنومند می شود. ولی علف بهاری آمد و بوکسور فربه نشد. وقتی که خرسنگ به پایان کان برگشته می لغزید و حیوانها می دیدند که سرعت آن را پس کرده نمی توانند، آنها با یک ناامیدی داد و فریاد می زدند و بوکسور چون همیشه ارغمچین را مستحکم می کشید تا که آن از لغزیدن باز ماند. بعضا در نشابه طرف کان اگر خرسنگ کلان را با تمام قوه مشکایش باز می داشت، به نظر چنین می رسید که پایهایش را تنها اراده مستحکم او نگاه می دارند. در چنین لحظه ها دیده می شد که با لبانش دیگر با آواز بلند قوت گفتار نداشت. سخنان من از این سختتر کار میکنم را اظهار میکرد. بار دیگر کلاور و بنجامین او را آگاه کردند که به سلامتی خود اهمیت دهد، اما بوکسور باز نسبت به خود بی‌پروا بود. او به نزدیکی 12 ساله می شد. وی تصمیم گرفت که به اندازه لازمی خرسنگ جمع میکند و بعد به نفقه میبراید. یک بگاهی روزی تابستان در سرای چارپایان آوازه پخش شد که گویا با بوکسور چی حادثه روی داده باشد. او تنها برای کشیدن خرسنگ و نیروگاه برقی بادی رفته بود. البته آوازه درست برآمد. پس از چند دقیقه 2 کبوتر با خبر شتافتند. بوکسور افتاد. او با پهلو افتاده از جای خسته نمیتواند. قریب نصف حیوانات سرای چارپایان به سوی دامنه تپچه که نیروگاه برقی بادی ساخته میشد دویدند. در آنجا بوکسور در بین میلهای عرابه گردنش را دراز کشیده حتی سرش را بالا کرده نمیتوانست. چشمانش خیره شده، پهلویش از عرق تر شده بودند.
از دهانش خون باریک فواره زده می برآمد. کلوور در پهلویش به زانو افتاد. بوکسیور، ندا کرد وی. چی حال داری؟ شوشهایم، گفت بوکسیور با آوازی خیلی ضعیف. هیچ گپ ندارد. به فکرم شما به من ساختمان نیروگاه برقی بادی را به آخر می رسانید. در آنجا خرسنگ زیاد را جمع آوری کردم. به هر صورت من تنها یک ماه دیگر فرصت داشتم. راستی گپ، من به نفقه برآمدنم را بی‌صبرانه انتظار بودم و شاید بنجامین هم که پیران سال شده است همراه من به نفقه برآید اگر خوکها اجازت دهند. ما باید فوراً با او کمک رسانیم، گفت کلوور. یگان کس دویده به نزد وینگوسی رفته این حادثه را نقل کند. همه حیوانهای دیگر فوراً به خانه استقامتی سرای چارپایان برگشتند تا به وینگوسی این خبر را رسانند. تنها کلوور و بنجامین در آنجا در پهلوی بوکسیور دراز کشیده بدون سخن پشه ها را با دم درازشان می راندند. بعد از 15 دقیقه وینگوسی آشفته حال پیدا شده همدردی اظهار کرد. او گفت رفیق ناپلیون از این خبر مدهشی که با یکی از کارگران صادق سرای چارپایان رخ داده است فهمیده دستور داد که بوکسیور را برای طبابت به بهترین بیمارخانه بایتاری ویلینگدون فرستند. حیوانات از این گفته ها یک کمی ناراحت شدند. بغیر از مال و برفک کلوله دیگر یگان حیوان از سرای چارپایان به دیگر جای نرفته بود و آنها نمیخواستند که رفیق بیمار آنها به دست آدمان سپرده شود. با وجود این وینگوسی آنها را به آسانی باور کنند که دکتر وترینری در ویلینگدون میتواند بوکسیور را نسبت به سرای چارپایان خوبتر طبابت کرده زودتر به پای خیزاند. تقریبا بعد از نیم ساعت احوال بوکسیور کمی بهتر شد و با دشواری سری پای خسته توانست به عاقل خود برگردد که در آنجا کلوور و بنجامین برایش رخت خواب خوبی خوشاکی آماده کرده بودند. دوام 2 روز دیگر بوکسیور در عاقل خود ماند. خوکها یک شیشه کلان داروی گلابی را که از تاقچه داروهای حمام خانه استقامتی یافته بودند به کلوور دادند و او در یک روز 2 مرتبه بعد از خوردن غذا به بوکسیور از این دارو میداد. هر بگاهی کلوور در عاقل خود غلیده با بوکسیور صحبت میکرد و همزمان بنجامین پشه های او را با دمش میراند. بوکسیور کلوور را تاکید میکرد که از حادثه رخ داده زخی نکند. او کوشش میکند که خوب شفا یابد و شاید 3 سال عمر باقی مانده‌اش را در چراگاه کلان آرامانه گذراند. بار اول با او میسر میگردید که هم تحصیل کند و هم قابلیت خود را تکمیل دهد و نیت کرد که تا آخر عمرش 22 حرف دیگری الفبا را از بر کند. همین طور بنجامین و کلوور تنها بعد از ساعتهای کاری با بوکسیور همراه بوده می توانستند. یک روز نصف روزی عربه کلانی روپو شده برای بردن بوکسیور آمد. در این وقت همه حیوانها زیر نظارت خوکها در صحرا شلغم کوچت میکردند. آنها دیدند که بنجامین به طرف بناهای سرای چارپایان گریان و شتابان میرفت و آواز بلند گریه او همه را در حیرت ماند. برای بار اول بود که آنها بنجامین را در حالت هیجان و سخت تاختن میدیدند. زود زود فریاد زد او، همه زودتر بیایید، بوکسیور را میبرند. دیگر حیوانها فرمان خوکها را منتظر نشده کار را پرتافته به سوی بناهای سرای چارپایان دویدند. در حقیقت در حولی یک عربه کلانی روپو شده می ایستاد که به آن 2 اسب بسته شده و در پهلویش نوشتجات داشت. در نشستگاه راننده‌اش باشد یک مرد مکار می نشست که در سر کلاهکی تاجدار داشت. عاقل بوکسیور خالی بود. حیوانات در گرد عربه کلانی روپو شده جمع شده همه یک جای خیر بوکسیور خیر می گفتند. احمق ها فریاد زد بنجامین در گرد آنها دویده و با سمهای پای کوچکش زمین را کوفته. آیا ندیدید که در پهلوی عربه چی نوشته شده است؟ حیوانها کمی توقف کرده خاموش شدند. موریل به خواندن نوشتجات شروع کرد، اما بنجامین او را به یک سو تله داده در میان سکوت مرگبار حیوانات خواند. آلفرد سیمونز، کشتار حیوانات و شیرش آرد ویلینگدون، فروش پوست و آرد استخوان، غذا
برای سگها. نخود نفهمید که این چی معنا دارد. بوکسیور را به قصابخانه میبرند. در بین حیوانها شور و غوغا بلند شد. در این لحظه مردی که راننده بود اسبهای خود را قمچین زد و عربه کلانی رو پوشیده آهسته از حوله سرای چارپایان برآمد. همه حیوانها با آواز بلند غوغا کنان از قفای عربه رفتند. کلاور حرکت کرده از پیش گذشت. عربه سرعتش را بلند کردن گرفت. کلاور با یک سرعت برابر آنها میدوید. بوکسیور فریاد زد وی. بوکسیور، بوکسیور، بوکسیور. در همین لحظه بوکسیور در غلاغله گویا از بیرون صدا را شنیده باشد افت خود را که رخی سفید در پایان بینی داشت در نزد تریزه خردی پشتی عربه کلانی رو پوشیده نمایان کرد. بوکسیور با آواز بلند خطاب کرد کلاور. بوکسیور برو از آنجا، زود برو، تو را برای کشتن میبرند. همه حیوانها برو از آنجا، بوکسیور بیرون شو از آنجا گویان فریاد میزدند. اما عربه الکی سرعت گرفته از آنها دور میشد. معلوم نبود که بوکسیور سخنان کلاور را فهمید یا نه. اما لحظه پس از افت او دیگر از تریزه نمایان نبود، ولی از داخل عربه صدای زدن نعلها به گوش می رسید. بوکسیور کوشش میکرد که خود را رها کند. لحظه های بودند که اگر بوکسیور با پایش چند لگد دیگر میزد عربه کلانی رو پوشیده مثل قطعه گوگرد می شکست و پاره پاره می شد. اما صد افسوس قوت او تمام شده بود و پس از چند لحظه صدای نعلها آهسته آهسته پست شنیده شده بالاخره خاموش گردید. از ناامیدی حیوانها به دو اسبی که عربه کلانی رو پوشیده را میکشیدند مراجعت نمودند. رفیقان، رفیقان، گفتند آنها، شما برادری خودتان را برای کشتن میبرید. اما وحشیان ابله که همه این برایشان به تفاوت بود چی واقع روی دادن را نمیدانستند. تنها گوشهای خود را به عقب کشیده سرعت خود را میتیزانیدند. افت بوکسیور در نزد تریزه دیگر دیده نمیشد. چند پس خواستند که پیشتر دویده دروازه پنجره را محکم کنند، ولی لحظه دیگر عربه از آن گذشته در راه زود ناپدید شد. بوکسیور را دیگر هیچگاه کسی ندید. پس از 3 روز خبر دادند که بوکسیور در بیمارخانه ویلینگدون صرف نظر از همه کوشش هایی که برای نجات دادن آن کردند از عالم درگذشت. وینگوسی آمد که این خبر را به دیگران رساند. از روی گفته های وینگوسی او در لحظه های واپسین حیات بوکسیور حضور داشت. این منظره پرهیجانی بود که من تا حال ندیده بودم. دومش را برداشته و اشکش را پاک کرده گفت وینگوسی. من تا آخرین لحظه در سر بستر او بودم و هنگام جان دادن او به گوشم به زور پیچ را زده گفت که غمم کمتر و مردنم آسانتر می بود اگر نیروگاه برقی بادی ساخته می شد. به پیش رفیقان، به زور پیچ را زد بوکسیور. به پیش به نام شورش. زنده باد سرای چارپایان، زنده باد رفیق نپلیون. نپلیون همیشه حق است. این سخنان آخرین بوکسیور بودند رفیقان. در همین لحظه رفتار وینگوسی یک بار دیگر شد. وی لحظه خاموش گشت و پیش از ادامه سخن با چشمان خردکش به این طرف و آن طرف نظری شبهناک افکند. درباره رفتن بوکسیور آوازهای بیعقلانه و ابلهانه پخش شده و به من هم رسیدند. بعضی حیوانها از نوشتجات پهلوی عربه کلانی رو پوشیده پی بردند که روی آن علامت کشتار حیوانات بوده است و واقعا هم به خلاصه آمدند که بوکسیور را به قصابخانه فرستادند. باور کردن غیر امکان است که هر یک حیوان تا این درجه بیعقل باشد، گفت وینگوسی. نخود. وی با خشم و غضب فریاد زده دومی خود را به این طرف و آن طرف پرتافته داهی محبوب ما رفیق نپلیون این را از ما و شما بهتر نداند. اما شهر دادن این واقعه خیلی آسان بود. عربه کلانی رو پوشیده قبلا مال قصابخانه بود و آن را بیمارخانه بایتاری خریداری کرده هنوز نام کهنه‌اش را پاک نکرده بود. انا از کجا خطایی به میان آمد؟ بعد از شنیدن این حرفا حیوانات خیلی احساسی سبکی کردند. وقتی که وینگوسی دایر به نگاه بینی خوب و داروهای گرانبهایی که نپلیون به ارزش آنها نگاه نکرده
برای معالجه بوکسور خریداری نموده بود تفصیلاتی بیشتر داد. شبهه آخرین حیوانات از بین رفت و فکری که اقلاً بوکسور خوشبخت مرده است غم و اندوه حیوانها را کم کرده دل آنها از این خبرها تا اندازه تسکین یافت. خود ناپلئون روزی یکشنبه در مجلس حاضر شده به شرف بوکسور نطق کوتاه ارائه کرد. متاسفانه گفت او امکان برگرداندن جسد و در حوله سرای چهارپایان دفن کردن رفیق را ندارند، اما او فرمان داد که از لوره های باغ سرای چهارپایان گلچنبری کلان ساخته سر قبر بوکسور گذارند و خوکا نیت داشتند که بعد از چند روز به شرف بوکسور ضیافت یادبود برگزار کنند. ناپلئون نطق خود را با یادآوری از دشواری دوست داشته بوکسور من از این سختتر مهنت میکنم و رفیق ناپلئون همیشه حق است به آخر رسانیده گفت که خوب میشد اگر هر یک حیوان آنها را به خود همچون شعار قبول کنند. در روز برگزاری ضیافت یک عرابه کلان روپوشیده بقالی از ولینگدون آمده یک قوطی کلان چوبین را به سرای چهارپایان آورد. آن شب صدای سرود ناموزون بلند شده تقریبا ساعت 11 جنجال شدید با شکستن شیشه تیرزه انجام یافت. روز دیگر تا نصف روزی در سرای چهارپایان یگان حیوان نمایان نبود. آوازه پخش شد که خوکها از جای پول پیدا کردند تا به خود یک قوطی دیگری مشروب بخرند. شنونده های عزیز، ادامه قصه را در نشر دیگر خواهید شنید.